سازی میزنه و آشیل که بهترین بازیکن شیرین فراز در این فصل بازی رو در دقایق پایانی 1-1 مساوی میکنه. و این هم مسابقه پرسپولیس شمال تیم قرنشینی گروه در برابر راهیان کرمانشاه که راهیان ابتدا توسط آشیل به گل میرسه، اما در فرزاد عزت سانت روی دروازه آشیل میزنه ضربه‌اش و توی دروازه گل برای تیم شیرین فراز رقم میخوره و این تحقیقات به نفع تیم میزبان شد. آشیل حساب کار رو 1-0 میکنه. شم گلزنی بالایی داره این بازیکن کامرونی. 1-0 شیرین فراز. خوشحالی تماشاگران حاضر در استادیوم. آمیلیون آشیل حساب کار رو 1-0 میکنه. کار گروهی خوب شیرین فرازی ها. فرزاد عزت حرکت کرد، آفساید هم به هیچ وجه نبود. سانت روی دروازه، فرصت طلبی آشیل با پای راست به این شکل و تساوی سایپای شمال در مقابل راهیان کرمانشاه. آشیل برای تیم راهیان کرمانشاه خدادادی برای تیم میهمان گل زد و آشیل برای تیم راهیان بازی که بهار میگونه اول رو تیم نیروزمینی میزنه. این گل رو آشیل جبران میکنه با 1-1 مساوی استقلال کرد. پیروزی شیرین فراز کرمانشاه در مقابل تیم برق شیراز، برقی که الان در رتبه آخر هست. در این مسابقه هم آشیل بازیکن خیلی خوب شیرین فراز زمینه تمام گل مسابقه.
فعال بشه. بریم از این موقع چگونه استفاده میکنم و گل. چه دقیقه هم گل میزنن بازیکن شیرین فراز کرمانشاه، چه کسی هم گل میزنه. یار شماره 12 آمبون آچیله که اصلا کار خاصی را از این بازیکن در طول 90 دقیقه ندیدیم. اینجا در وقت‌های طلب شده ببینید اینجا ارسال کورنر از سمت در این محوطه جریمه و این ضربه سری که آچیله میزنه دروازه تربیت بالاخره در 80مین دقیقه این مسابقه باز میشه. حالا کار برای تربیت سخت میشه. در حال اختلاف یک گل اصلا حاشیه امنیتی برای هیچ کدوم از تیم‌ها نخواهد.